گذشته صحبت کردیم که خداوند فیض خودشو از 4 طریق به ما نشون میده. یکی این که ما رو از هر برکت روحانی برکت داده و گفتیم دنیا وقتی اسم برکت میاد برکات جسمانی به نظرشون میاد، هرچند برکات جسمانی جزء برکات خدا هم میتونه باشه. و دوم این که ما رو برگزید تا در او مقدس و بی‌عیب باشیم. ما رو فرزند خونده خواند و برای تمام این کارا ما رو از گناهانمون شست، ما رو پاک کرد با کار مسیح بر روی صلیب. کاری که ما نمیتونستیم برای خودمون بکنیم خداوند برای ما انجام داد. و گفتیم که فیض یعنی چیزی رو که لیاقتشو نداریم ولی به ما داده میشه. گفتیم فیض در دنیای معمولی ما یعنی لذت بردن، زیبایی، ولی در مسیحیت یعنی این که اون چیزی رو که لیاقتشو نداریم خداوند به ما میده. گناهانی که داریم، با این لکه‌هایی که داریم، لیاقت ورود به حضور خدا رو نداریم، ولی خداوند از طریق راه خودش این لکه ها رو پاک میکنه تا بتونیم بدون لکه به حضور خدا وارد بشیم و این فیضه. چرا خداوند فیض خودشو این چنین به ما میریزه یا به ما میدهد؟ چرا خداوند این کار میکنه؟ و آیه 9 میگه تا سر اراده خودشو به ما بشناسونه. یه سریه از ابتدای آفرینش و اینو در عیسی مسیح برای ما آشکار میکنه. چرا سر اراده خودشو به ما میشناسونه؟ تا بدونیم که خداوند در پی اینه که همه چیز، آنچه در آسمان و آنچه بر زمینه، در کی جمع کنه؟ در مسیح جمع کنه. و این کلمه در گفتیم که خیلی صحبت کردیم، در وی، در مسیح، در او فرزند خوانده میشیم، در او برگزیده شدیم تا بی‌عیب و مقدس باشیم، در وی ما رو از گناهانمون شسته. و خداوند در پی اینه که همه چیزو، آنچه در آسمان آنچه در زمینه، در عیسی مسیح جمع کنه. ولی در این پروسه یه مقاومت هایی هم هست، ولی در نهایت خداوند پیروز میشه. و این کشمکش در این دنیا برای این که هر آنچه در آسمان و هر آنچه در زمینه در مسیح جمع بشه، این کشمکش تا آخرین لحظه زمان که بهش میگن آخر زمان، این کشمکش تا اون موقع ادامه داره. ما بین ملکوت آسمان و ملکوت زمینی گیر افتادیم و مسیح میگه اینطوری دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. بعد یه جایی میگه اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز برقرار شود. و نیروهای تاریکی و نور دارن، این یه کشمکش و یه حالت درگیری هستش. یکی میگه سخت جنین اشکال نداره، حق ما هستش، چه مشکلی داره؟ بچه تا دنیا نیومده اسمش انسان نیست، وقتی که دنیا اومد اون موقع اسمش انسانه، ولی قبل از اون انسان نیست، اگه بکشیش اشکال نداره. و اینطور مسائل زیاده، کشمکش در این دنیا هستش برای نابود کردن. افسوسیان 1:9 و 10: چون که سر اراده خود را به ما شناساند بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود، برای انتظام کمال زمانها، تا همه چیز را، اینجا جالبه، تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند. و نویسنده برای اینکه شنونده ها مطمئن بشن که درست خونده، اینو 2 بار تکرار میکنه. نه تنها میگه در مسیح جمع کند، بعدش دوباره ادامه میده یعنی در. این کشمکش در ایران هم هست. شما توی ایران توی کتابخونه ها که میرید، معمولا کتابخونه ها ویترین دارن، خیلی از کتاب ها رو پشت ویترین نشون میدن و بعضی از کتابخونه ها کتابای مذهبی هم دارن. میبینیم که کتاب یوگا رو گذاشتن پشت ویترین، اوستا پشت ویترینه، ساب بابا پشت ویترینه، اوشو پشت ویترینه. در رابطه هندویزم کتاب است، در رابطه بودیزم کتاب است،
تمام اینها هستش ولی کتاب مقدس اونجا نمیبینیم. ولی خداوند داره تو ایران کاری میکنه عجیب. شما 40 سال پیش میشنیدی که یه نفر از شمال ایمان آورده، یه نفر از طرفای کردستان ایمان آورده. دکتر سعید کردستانی در کردستان ایمان آورده بود 40-50 سال پیش که برادرش با تفنگ دنبالش بود که بکشدش. طرف در گرگان ایمان آورده بود که میترسید حتی بگه من ایمان دارم، چون مردم همونجا شقش میکردن. این کمد درست میکرد، پشت کمد 2 جداره درست میکرد، کتاب مقدسی رو اونجا قرار میداد و این کمدا رو میفروخت به امید اینکه روزی این کمدا بی مصرف میشن، میشکنن که در آتیش بسوزونن، خودشونو گرم کنن، به این کتابا رو در میارن. ولی در 35 سال گذشته اتفاقی که افتاده، تعدادی که در ایران به عیسی مسیح ایمان آوردن بیشتر از کل افرادیه که در 2000 سال قبل از اون در ایران ایمان آورد. و یه نویسنده سکولار اون روز فکر کنم مقاله‌شو دادم خوندید که میگفت که چرا ایرانی ها که به دین اصلی خودشون بر نمیگردن، زرتشتیه، چرا به یهودیت رو نمیارن، چرا به حتی بهاییت رو نمیارن که از تو خود ایران به وجود اومده؟ چون مردم ایران با عیسی مسیح که میگه من محبت هستم، من محبت هستم، پیامش پیام محبته و در واقع ثابت کرده که راهش راه حقه و مردم دنبال چیزی نیستن که یه مقداری آرامش بهشون بده، دنبال چسب زخم نیستن، دنبال یه دارویی هستن که از درون عفونت اونها رو خشک کنه و به اونها زندگی تازه بده. توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی یه نفر از طرفای دهدشت زنگ زده بود، روستایی دهدشت بود. یه آقای بود به زبان لری صحبت میکرد، میگفت که من، خانمم و بچه‌ام همه به عیسی مسیح ایمان آوردیم، همه قلبمون رو مسیح دادیم و شما هی مرتب به ما میگید جمع شید دعا کنید، جمع شید دعا کنید. تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که یه چوبی، احتمالاً این چوبی از درخت کنده، اینو به شکل صلیب یه بندی دورش بسته و میگه من یه صلیبی از یه ترکیب چوب درست کردم، هر روز جمع میشیم، خانواده‌مو جمع میکنم، این صلیبو میذارم وسط، دور این صلیب میشینیم و میشینیم اونجا فقط به صلیب نگاه میکنیم. این پرستش ما هستش، این پرستش ما هستش. خداوند داره همچین کاری رو تو ایران داره انجام میده. خدای محبت. این خدای محبت خداییه که آزاده، یعنی دوست داره که ما رو کمک کنه. از رو در وایسی ما رو کمک نمیکنه، دوست داره ما رو کمک کنه. و محبت بدون انتخاب و آزادی معنی نداره. همیشه انتخاب و آزادی محبت رو معنی دار میکنه و خدای ما آزاده و مردم دنیا، تمام انسان ها در پی این آزادی هستن، ولی افسوس مردم خارج از مسیح میخوان این آزادی رو به دست بیارن. تنها در مسیح هستش که میتونیم این آزادی رو به دست بیاریم. و نه تنها خداوند ما رو میخونه که در اراده اون وارد بشیم، بلکه قدرت انجام اراده خودش هم به ما میده. پس ما نیازی نداره الکی زور بزنیم. خیلی از مسیحی‌ها فکر میکنن باید اراده کنن. نه، این اراده از خداوند میاد برای پاک زیستن. هر جایی که میلنگیم همون جا رو به حضور خدا میاریم. خداوندا در این ناحیه من دارم میلنگم و میدونم که از تو نیست. یه عمریه در این ناحیه دارم میلنگم و الان وقتی کلام تو میخونم، اراده تو رو درک میکنم، میبینم در راستای اراده تو نیست. قوت بده تا در این ناحیه شفا پیدا کنم، به دیگه نلنگم. و خداوند از اراده خودش زیاد صحبت میکنه. افسسیان 1:1 پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح، به اراده خدا. افسسیان 1:5 میگه بر حسب خوشنودی اراده خود. 1:9 میگه سر اراده او در خود عزم نمود که سر اراده خود را به من آشکار کند، به ما آشکار کند. 1:11 میگه که موافق اراده خود.
از اراده خودش زیاد صحبت میکنه. این نامه رو که میخونیم 2 چیز رو داره به ما میگه: اراده اونو درک کنیم و قدرتی که در اراده اون راه بریم. این 2 چیز رو به ما داده. ولی سوال بزرگ اینه که چگونه میتونیم جزء اراده خدا باشیم؟ از طریق موعظه، از طریق کلامش، با شنیدن کلامش میتونیم ارادهش رو درک کنیم. و سوال دیگه اینه که چگونه قدرت انجام اراده او رو به دست بیاریم؟ از طریق دعا. افسوسیان 1:15 تا 2:10 که بعدش میگه که 2:10 میگه که حالا که فهمیدید خداوند نقشه‌های خوبی برای شما داره، برید و در اراده خداوند زندگی کنید و فعال باشید. پس خدا مرا از طریق موعظه کمک میکنه که اراده اونو درک کنم و از طریق دعا ما رو کمک میکنه تا قدرت پیدا کنیم تا اراده اونو به انجام برسونیم. و موعظه به این شکل نیست که باید همه ما پشت تریبون قرار بگیریم که بتونیم موعظه کنیم. هرگاه یک نفر با یه نفر یا چند نفر در مورد اراده خداوند صحبت کنه، کار خداوند صحبت کنیم، میشه موعظه. فیلیپوس در اعمال 8 میخونیم که به خواجه سرای حبشی میرسه و اونجا کتاب اشعیا رو براش توضیح میده و در واقع اونجا موعظه میکنه. اعمال 8:35 رو که بخونیم در این رابطه میگه. پس فرقی نمیکنه کجا هستیم، نیازی نیست پشت تریبون باشیم. اگر توی صف ایستادیم میتونیم موعظه کنیم، اراده خدا رو بگیم به مردم. اگر در حال خرید هستیم میتونیم این کار رو بکنیم. اگر در محل کار هستیم، در دانشگاه هستیم، فرق نمیکنه کجا هستیم. موعظه فقط از پشت تریبون نیستش. پس از طریق موعظه مردم وارد برنامه خدا و وارد اراده خدا میشن و خدا برنامه خودش رو در افسسیان 1:10 که امشب خوندیم میگه که تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند، یعنی در او. ولی کشور خودمون رو که در نظر میگیریم، من بعضی موقع مثلا 4 سال میشد که نمیرفتم ایران. وقتی میرفتم ایران مثلا تو فرودگاه یه بار پیش اومد که یه نفر وسیله تو دستش بود، یکی از این وسیله افتاد، من خم شدم کمکش کنم، بعدش طرف یه حالت گارد گرفت، فکر کرد من میخوام آسیب بزنم بهش یا بدزدم این وسیله رو. در کشور ما محبت کردن رو به زواله، تعداد بچه‌های خیابونی رو به افزایشه، فحشا چنان در ایران زیاده که نصفی از کسانی که از راه فحشا پول در میارن متعهل هستن، نصفشون. بی‌عدالتی داره بیداد میکنه، بی‌نظم و ترتیبی در کشور داره بیداد میکنه، هیچ چیزی سر جای خودش نیست. من تو استانبول بودم، زنگ زدم سفارت ایران، یه کار خیلی ساده‌ای داشتم که برام یه نامه‌ای رو بدن. گفتم این نامه رو میخوام، چه مدارکی لازمه که دارم از راه دور میام، 1 ساعت خورده 2 ساعت تو راه بودم که برسم به سفارت، اون ور آب بودم، چه مدارکی لازمه که من بیارم به شما بدم که این مدرک رو به من بدید؟ گفتن اینو 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 بیارید. گفتم شما؟ گفت من فلانی هستم. گفتم خیلی خوب. مدارک رو جمع جور کردم رفتم و اون روزم کلا میرفت دیگه، از کار و زندگی همه چی میافتادم. رفتم اونجا گفتم من با آقای فلانی کار دارم، اومد و مدارک دادم، گفت آقا مدارک ناقصه. گفتم من امروز با تو صحبت کردم، تو گفتی این مدارک رو بیار. یه لحظه نگاهی به من کرد، گفت که عزیز من نمیتونم همه چی رو پشت تلفن بهت بگم که. ما زیاد از اسراف صحبت میکنیم ولی بی‌نظم و ترتیبی در کشور از بزرگترین عوامل اسرافه. من نمیتونم پشت تلفن. چرا نمیتونی پشت تلفن همه چیزی رو بگی؟ چون خودش گیجه، سیستم گیجه. در کشوری داریم زندگی میکنیم که ریاکاری داره بیداد میکنه. در کشوری داریم زندگی میکنیم که صحبتی از خدای قادر مطلق نیست، بلکه صحبت‌ها دور ولایت مطلقه فقیه. نمیخوام اینجا سیاسی کنم بحثو، ولی در همچین شرایطی ما داریم زندگی میکنیم. ولی برنامه خدا، اراده خدا برای ایران اینه که همه چیزو در مسیح، یعنی در وی جمع کند. به این کار داره میکنه.
و هیچ قدرتی نمیتونه مانع از گسترش کار خداوند در ایران و در منطقه بشه. افسسیان 1 میتونید بلند بخونید 1:11 تا 14 رو. که ما نیز در وی میراث او شدیم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می‌کند، تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس بعد مختوم شدید که بیعانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. حتما افسسیان رو بخونید. اگه یه بارم که بخونید در طول هفته خیلی خوبه. امشب رفتید همه قسمتی که درس دادیم بخونید. پس 2 کلمه اونجا هستش، یکی میگه ما و یک کلمه میگه شما. اینو میتونید زیرش خط بکشید اگه دوست دارید. احتمالاً ما رو به عنوان یهودیان داره میگه و شما رو به عنوان غیر یهودیان داره میگه که مسیحی شدن. چرا اینو میگم؟ افسسیان 2:11 به بعد که میخونیم میبینیم که این دو رو یکی کرده. دیگه یهود و غیر یهود نداریم. در مسیح ما یک هستیم. ولی چرا این نکته رو گفتم؟ 11 که ما نیز در وی میراث او شدیم چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیز را موافق رأی اراده خود میکند. حالا 12 میگه تا ما که از اول امیدوار به مسیح بودیم، که ما که منتظر مسیح بودیم، ما یهودیا که منتظر اومدن اون نجات دهنده بودیم. ما منتظر اون هستیم، امیدواریم. زیر امیدوار میتونید خط بکشید. امیدواریم. یکی میگفت که امیدوارم که سال بعدم از امسالم بهتر باشه. تو ایران میدونید چی میگن؟ میگه امیدوارم که سال بعدم از امسالم بدتر نباشه. و خدایا کی هستش که میتونه بیاد و این فلاکتی که بر ما رو به رشد داره اضافه میشه جلوی اینو بگیره که بدتر نشه؟ امیدوارم که سال بعدم از امسالم بدتر نباشه. مردم ایران منتظر نجات دهنده هستن، همونطوری که یهودیا منتظر عیسی مسیح بودن. عیسی مسیح اومد، مصلوب شد، شاگردانش گیج شده بودن، گفتن این فکر کردیم این نجات دهنده هستش، پس اینم که روی صلیب جان داد. و یه نکته هستش توی لوقا میتونید بخونید، لوقا 24:12 تا 33 رو میتونید بخونید که 2 تا از شاگردای مسیح در راه اموآس داشتن راه میرفتن، افسرده بودن و میگفتن ما امیدوار بودیم مسیح بیاد. عیسی مسیح اومد، ولی این مسیح اون مسیح نبود که ما مد نظر داشتیم. این مسیح بر روی صلیب مرد. اون مسیح که ما در نظر داشتیم باید بیاد پادشاه بشه، شمشیرش رو برداره، حکومت کنه. این چه مسیحیه؟ و افسرده بودن. و اینک در همان روز 2 نفر از ایشان می رفتند به سوی قریه‌ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و اموآس نام داشت و با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو می کردند. و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می بودند ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد، ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. او به ایشان گفت چه حرف هاست که با یکدیگر می زنید و راه را به کدورت می‌پیمایید؟ راه را به کدورت می‌پیمایید؟ یکی که کلئوپاس نام داشت در جواب وی گفت مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟ به ایشان گفت چه چیز است؟ گفتندش درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند و او را مصلوب ساختند. اما ما امیدوار بودیم که همین است آنکه میباید اسرائیل را نجات دهد.
ما امیدوار بودیم که همین مسیح که مصلوب شد باید اسرائیل رو نجات بده، یعنی که همه چیمون به هم ریخت. حالا مسیح قیام کرده از مردگان، از قبر در اومده با اینا داره راه میره، اینا نمیشناسن این مسیح. اما ما امیدوار بودیم که همین است آنکه میباید اسرائیل را نجات دهد و علاوه بر این همه امروز از وقوع این امور روز سوم است و بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختند که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافته آمدند و گفتند که فرشتگان را در رؤیا دیدیم که گفتند او زنده شده است. و جمعی از رفقای ما به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند، لیکن او را ندیدند. و او به ایشان گفت ای بیفهمان و سست دلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته‌اند، آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ میگه امید داشتیم که همین نجات دهنده هستش. مسیح میگه ای بیفهمان، مگر نمیدونید که باید این اتفاقات میافتاد برای آزادی شما؟ پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود و چون به آن دهی که عازم آن بودن رسیدند او قصد نمود که دورتر رود و ایشان الحاح کرده گفتند که با ما باش چون که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده. پس داخل گشته با ایشان توقف نمود و چون با ایشان نشسته بود نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد که ناگاه چشمانشان باز شد و او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد. پس با یکدیگر گفتند آیا دل در درون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد؟ و در آن ساعت برخاسته به اورشلیم مراجعت کردند و آن 11 را یافتند که با رفقای خود جمع شده می گفتند خداوند در حقیقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است. و آن 2 نفر نیز از سرگذشت راه و کیفیت شناختن او هنگام پاره کردن نان خبر دارند. نجات ایران دست یک رهبری نیست که بیاد و کمک کنه که سال بعد ما از امسالمون بدتر نباشه. نجات ایران در اینه که مردم ایران مسیح رو جواب امید خودشون بدونن. مسیح رو جواب امید خودشون بدونن. امیدوار به انسان نباشن. اگر در ایران جامعه ایرانی ایمان بیارن، حالا معمولا همه ایمان نمیارن، افرادی که ایمان میارن مرحله بعد اینه که تمایل گناه درشون کمتر میشه و جامعه‌ای که تمایل گناه درش کمتر بشه عدالت اجتماعی خود به خود برقرار میشه. عدالت اجتماعی با زور چماق برقرار نمیشه. عدالت اجتماعی در جامعه از روی انتخاب افراد جامعه میاد. پس وقتی که به عیسی مسیح ایمان میارن مرحله بعدی اینه که تمایل گناه درشون کم میشه، کم رنگتر میشه، از بین نمیره، نمیتونیم بگیم از بین میره، کم رنگتر میشه و این نتیجهش اینه که عدالت اجتماعی برقرار میشه. پس جواب دست یک رهبر انسانی نیست. جواب ما، امید ما ریشش در عیسی مسیحه که جزء اراده خداوندم هستش که آنچه را که در آسمان و زمین در وی جمع کنه. و سه گروه افراد در جامعه هستن. افرادی که برای خودشون زندگی میکنن و خودشون میشن قهرمان زندگی خودشون. افرادی که ایماندارم نیستن، میرن آفریقا برای دیگران خدمت میکنن، از چشم اونا میشن قهرمان زندگی. ولی افرادی هستن که برای جلال نام خدا حرکت میکنن، نه برای خودشون نه برای دیگران، بلکه هر کاری که میکنن برای جلال نام خداونده و این افراد خداوند و قهرمان خودشون قرار میدن. اگر میخوایم که جزء گروه سوم باشیم با دعا کنیم خداوند از زبان تک تک ما استفاده کن تا
دیگران رو به سمت تو جذب کنیم و برای اینکه دیگران رو به سمت مسیح جلب کنیم باید زندگی ما اینو نشون بده. یعنی ما نمیتونیم یک نفر باشیم که یک نفر عصبانی، یک نفر حسود، یک نفر بدزبان، یک نفری باشیم که هر چی که دوست داریم به زبان میاریم، یک نفری باشیم که به راحتی دروغ میگیم و در جامعه مشهور میشیم که این شخص مسیحیه و زندگیش هم اینطوریه. وقتی که دهنمون باز میشه قوتی بر اون نیستش. پس خداوندا منو طوری عوض کن که دیگران وقتی منو میبینن در واقع مسیح رو در من ببینن و جذب تو بشن. صحبت من، عملکرد من، فکر منو مبارک کن و اگر مسیح در من دیده بشه مردم جذب میشن و بگیم که خداوند کمک کن تا اراده تو رو در هر جایی که هستم به دیگران بگم. حالا درسای بعدی اراده اونو که بخوایم به دیگران بگیم 3 راه داره. یکی این که بشنون، دومی ایمان بیارن و سومی با روح القدس مهر روشون زده بشه. هفته آینده در این رابطه صحبت میکنیم و هفته بعدش در رابطه با این صحبت میکنیم که چطوری در اراده خدا راه بریم که با دعا هستش. شخصیت ما در خداوند چطوریه؟ کجا هستیم؟ با خداوند کجا قرار داریم؟ و در افسسیان 2:10 میگه که خداوند هر روزه نقشه‌های زیبایی برای شما در نظر گرفته که وقتی از خواب بلند میشیم این نقشه‌ها هستش و باید اونو درک کنیم و با نقشه‌های خداوند همسو بشیم. و میخوام که به این کلامی که امروز شنیدیم روش تفکر کنیم، جایی که قلب ما رو لمس کرده و از خداوند بخوایم که کمک کنه تا این کلام در ما بشینه و جزء وجود ما بشه. خداوند شکرت. خداوند دل تو میشکنه وقتی که گم شده ها رو در هر جای دنیا، در ایران خداوند رو میبینی. خداوند دعا میکنم که فیض و سلامتی تو بر ایران قرار بگیره. مردم توجه تو رو بر اونها، این توجه رو ببینن، هماهنگی و نظم در میونشون برقرار باشه. خداوندا سلامتی فکری و روحی و جسمانی و احساسی خداوندا برقرار باشه در اون کشور شکسته. ای خداوندا از شکستگی اونها استفاده کن تا خودتو به اونها بشناسونی. خداوندا هر چرا که دیگران خراب کردن تو بنا کن، همونطوری که ما رو بنا کردی. خداوندا خودم رو که در نظر میگیرم صاف بودم، یک شخص بی خود، بی مصرف، خودمحور، خودخواه. ای خداوند دست منو گرفتی، منو از لجن بیرون کشیدی، پاهای مرا شستی و مرا بر صخره قرار دادی. شکر ای خداوند. دعا میکنم ای خداوندا کاری رو که در من شروع کردی تموم کن، کاری رو که در ما شروع کردی کامل کن و خداوند کاری رو که در ایران شروع کردی ای خداوند کامل کن. و از شکستگی مردمی که در ایران هستن استفاده کن، خودتو به اونها بشناسون در خواب، رویا و یا به شخصه خداوند. همونطوری که آرش خودتو به آرش نشون دادی، چون اگر تو خودتو به دیگران نشون بدی در اون فساد نیست و مردم خواهند دانست که تو خداوندی، تو خداوندی که اونا رو دوست داری و میخوای که اونا در اراده تو قرار بگیرن و قوت بهشون بدی تا در اراده تو راه برن. شکرگزارت هستیم خداوند. شکر دی خداوند. شکر دی خداوند. دعا میکنم که هر ایرانی شکسته، چه کسانی که معتادن، چه کسانی که به علت نیازهای روزمره به فساد کشیده شدن، چه کسانی که به دزدی‌ها کشیده شدن، چه کسانی که کار دوم و سوم و چهارم دارن، خداوند از شکستگی اونها استفاده کن و اونها رو یک بار دیگه بنا کن، یک بار دیگه بنا کن و این
ابر تاریک و سیاه بر روی کشور خداوند در نام عیسی مسیح بردار. اجازه بده آفتاب فرو برنده، نور فرو برنده تو، آتش فرو برنده تو خداوند رو بر این کشور بباره و اونا رو از فساد و ناراستی خداوند پاک کن. شکرگزار تو هستم. شکر ده خداوند، دعا میکنم که بتونیم این نامه رو بیشتر روش دقت کنیم، بخونیم، به کلماتش، کلمات کلیدیش خداوند رو ریز بشیم، از کلامت استفاده کنی، با قلب‌های ما صحبت کنی و ما رو عوض کن. دعا میکنم که فقط شنونده ها نباشیم بلکه عمل کننده های به کلام تو. پس خداوند وقتی که قوت تو بر ما میاد باشه که نه به حالت زانو بلکه به حالت صاف در حضور تو قرار بگیریم و بگیم ملکوت تو بیاد، ملکوت تو بیاد، اراده تو همچنان که در آسمان است در زندگی من، در زندگی خانوادم، در این کشور، در این مکان برقرار بشه. شکرگزارت هستم. شکر برای کلام زیبات. همونطوری که این دو تا شاگرد گفتن دیدیم که داشت دل روده ما از داخل زیر و رو میشد وقتی مسیح صحبت میکرد. وقتی ای مسیح جان تو صحبت میکنی تأثیر میذاره. از تأثیر خودتو بر ما بذار. شکر خداوند در نام عیسی.